سلام به همگی و خوش اومدید. امروز می‌خوایم در مورد یه نیروی نامرئی صحبت کنیم که تقریباً همه چیز رو تو زندگی روزمره‌مون کنترل می‌کنه. میدونید همون دلیلی که باعث میشه فنجون قهوه‌تون سرد بشه یا کولر گازی اتاق رو خنک می‌کنه و حتی اینکه آب و هوای کل سیارمون این شکلیه. بله، ما قرار سفری داشته باشیم به دنیای شگفت‌انگیز همرفت. بیاین با یه سوالی شروع کنیم که مطمئنم هممون تجربهش کردیم. تصور کنین یه روز گرم تابستونی بیرون هستید و یه نسیم ملایم میوزه. با اینکه هوا اصلاً سردتر نشده ولی شما کلی احساس خنکی میکنید. چرا؟ جواب این سوال توی روش فوق‌العاده حرکت گرما پنهان شده و این دقیقاً همون چیزیه که امروز قراره کشفش کنیم. خب برای اینکه به جواب اون سوال برسیم اول باید اصول اولیه رو بفهمیم. ببینید انرژی گرمایی یه جا ثابت نمیمونه، همیشه در حال حرکته و این کار رو به 3 روش اصلی انجام میده. اینها رو میشه مثل قوانین بنیادی دنیای انتقال گرما در نظر گرفت. این 3 روش اینها هستن. اول رسانش، یعنی وقتی گرما از طریق تماس مستقیم منتقل میشه. مثلا وقتی یه قاشق فلزی رو توی چای داغ میذارید و دستش داغ میشه. دوم، تابش، یعنی گرمایی که از راه دور حس میکنید، مثل گرمای خورشید روی پوستتون. و سوم، همرفت، که ستاره برنامه امروز ماست. همرفت یه چیز دیگه است، چون توی این روش گرما توسط یه سیال در حال حرکت مثل هوا یا آب حمل میشه. بسیار خوب. حالا بیایید عمیق‌تر بشیم. چی باعث میشه همرفت اینقدر متفاوت و صادقانه بگم اینقدر قدرتمند باشه؟ جواب همونطور که این اسلاید هم میگه توی یک کلمه کلیدی خلاصه میشه: حرکت. اصلی که همرفت رو توصیف میکنه قانون سرمایش نیوتنه. حالا زیاد خودتون رو درگیر فرمول نکنید. بازیگر اصلی اینجا این حرف H، یعنی ضریب انتقال حرارت همرفتیه. میتونید H رو مثل یه جور امتیاز کارایی برای انتقال گرما ببینید. اگه H بزرگ باشه یعنی گرما خیلی سریع منتقل میشه و اگه کوچیک باشه یعنی انتقال گرما کنده. و چیزی که مقدار H رو تعیین میکنه فوق‌العاده جالبه. همه چیز به این بستگی داره که سیال با چه سرعتی حرکت میکنه و چه خواصی داره. برای اینکه تفاوتش رو بهتر درک کنید، این تشبیه رو در نظر بگیرید. رساناش مثل یه ردیف دومینوه. انرژی از یه مولکول به مولکول بعدی منتقل میشه، ولی خود مولکول‌ها از جاشون تکون نمیخورن. اما همرفت مثل اینه که شما یه سیب زمینی داغ رو بردارید و با خودتون ببرید اون طرف اتاق. میبینید اینجا خود ماده متحرک داره انرژی رو با خودش حمل میکنه. پس نکته کلیدی دقیقاً همینه. همرفت همیشه یه فرایند 2 مرحله‌ایه. اول، گرما از سطح داغ به نزدیکترین لایه سیال رسانش پیدا میکنه. بعد و این بخش حیاتی ماجراست، اون سیال حرکت میکنه و گرما رو با خودش میبره. این مکانیزم حمل کردن یا ادوکشنه که همرفت رو به یه روش فوق‌العاده کارآمد برای خنک کردن یا گرم کردن تبدیل میکنه. اما این انتقال گرما دقیقاً کجا اتفاق میفته؟ اینطوری نیست که توی کل حجم سیال به یک باره رخ بده. نه، تمام اتفاقات مهم توی یه منطقه خیلی خاص و نازک به اسم لایه مرزی میفته. اینطوری بهش فکر کنید، وقتی هوا از روی یه سطح، مثلا بالای هواپیما عبور میکنه، سرعت و دماش که فوراً تغییر نمیکنه. یه منطقه خیلی خیلی نازک درست چسبیده به سطح وجود داره که تمام تغییرات اصلی اونجا اتفاق میفته. این منطقه در واقع 2 تا لایه داره. یکی لایه مرزی سرعت، جایی که استحکاک باعث میشه سرعت سیال درست روی سطح به 0 برسه، و یکی هم لایه مرزی حرارتی، جایی که دمای سیال تغییر میکنه تا با دمای سطح یکی بشه. این لایه‌های نامرئی که اغلب از یه ورق کاغذ هم نازک‌ترن، در واقع میدون نبرد اصلی توی انتقال حرارت همرفتی هستن. همه چیز همینجا اتفاق میفته. و اینجاست که همه چیز به هم وصل میشه. ضخامت و رفتار این لایه‌های مرزی دقیقاً همون چیزیه که تعیین میکنه قهرمان ما، یعنی ضریب همرفت H، چقدر بزرگ یا کوچیک باشه.
وقتی شما این لایه رو به هم میزنید، مثلا وقتی روی سوپ داغتون فوت میکنید، دارید این لایه رو نازکتر میکنید و انتقال حرارت رو به شدت بالا میبرید. دقیقاً به همین دلیله که مهندس‌ها انقدر روی درک این لایه‌ها وسواس دارن. خب جالبه بدونید که خود همرفت هم یک پدیده یک پارچه نیست. به طور کلی میشه اون رو به دو دسته اصلی تقسیم کرد که تفاوتشون توی اینه که چی باعث حرکت سیال میشه. توی همرفت اجباری ما با یه نیروی خارجی حرکت سیال رو مجبور میکنیم. مثلا یه فن، یه پمپ یا حتی باد. اما توی همرفت طبیعی که بهش همرفت آزاد هم میگن، سیال خود به خود حرکت میکنه. این حرکت فقط به خاطر نیروهای شناوریه. سیال گرمتر، سبکتر میشه و بالا میره و سیال سردتر و سنگینتر میاد جاش رو میگیره و یه چرخه گردشی طبیعی ایجاد میکنه. این دوتا مفهوم رو خیلی راحت میتونیم دور و بر خودمون ببینیم. فن کامپیوتر شما یه نمونه کلاسیک از همرفت اجباریه. از اون طرف بخاری که از فنجون چای شما بلند میشه یه مثال عالی از همرفت طبیعیه. بسیار خوب، تا اینجا تئوری رو گفتیم. حالا بیایید ببینیم این دانش کجا اهمیت حیاتی پیدا میکنه. بیایید ببینیم مهندس‌ها چطوری از همرفت استفاده میکنن تا دنیای مدرن ما رو شکل بدن. همونطور که یکی از کتاب‌های مرجع توی این زمینه میگه، آینده مهندسی روشن است و انتقال حرارت موضوعی حیاتی برای پرداختن به طیف گسترده‌ای از چالش‌های فناوری و زیست محیطی است. به عبارت دیگه، از طراحی کامپیوترهای سریع‌تر گرفته تا مبارزه با تغییرات اقلیمی، درک همرفت دیگه یه چیز اختیاری نیست، بلکه یه ضرورته. یکی از حیاتی‌ترین کاربردهاش توی موتورهای جت و نیروگاه‌هاست. پره‌های توربین گاز در معرض گازهای فوق‌العاده داغ قرار می‌گیرن و اگه به طور مؤثر خنک نشن، خیلی ساده ذوب میشن. این همرفت اجباریه که جلوی این فاجعه رو میگیره. حالا این نگاه به این عدد بندازید. 95,000 وات بر متر مربع. این مقدار شار حرارتیه که یه پره توربین ممکنه تجربه کنه. شاید این عدد به خودی خود چیزی نگه، ولی بذارید براتون بگم یعنی چی. این مقدار بیش از 50 برابر گرماییه که از یه شعله اجاق گاز برقی میاد بیرون. این حجم عظیم از انرژی باید به طور مداوم توسط همرفت دفع بشه تا موتور از هم نپاشه. این قدرت باور نکردنی همرفت رو توی کاربردهای مهندسی نشون میده. بعد از اون میرسیم به مبدل‌های حرارتی، قهرمان‌های گمنامی که تقریباً همه جا هستن، از نیروگاه‌ها و رادیاتور ماشین گرفته تا سیستم تهویه مطبوع خونتون. تنها وظیفه این دستگاه‌ها اینه که از همرفت استفاده کنن تا گرما رو از یه سیال به یه سیال دیگه منتقل کنن بدون اینکه اون دوتا با هم مخلوط بشن. اما کاربرد همرفت فقط به ماشین‌ها و دستگاه‌ها محدود نمیشه. این پدیده بر کل سیاره ما در مقیاس‌های غول‌آسا حاکمه. الگوهای باد جهانی، جریان‌های عمیق اقیانوسی و حتی آب و هوای روزانه ما همگی توسط جریان‌های همرفتی عظیم در جو و اقیانوس‌ها هدایت میشن. خب، ما بحثای زیادی رو پوشش دادیم. بیایید همه چیز رو جمع‌بندی کنیم و ببینیم پیام اصلی این تحلیل چی بود. پس همه چیز توی این 3 نکته کلیدی خلاصه میشه. اول، همرفت یعنی انتقال حرارت از طریق حرکت. دوم، تمام اتفاقات مهم توی لایه‌های مرزی نازک روی سطح میفته. و سوم، این حرکت یا اجباریه، یعنی توسط یه نیروی خارجی ایجاد میشه، یا طبیعیه و توسط شناوری هدایت میشه. اگه این 3 اصل رو به خاطر بسپارید، جوهر این نیروی بنیادی طبیعت رو درک کردید. و در نهایت به این سوال میرسیم. با توجه به اینکه تکنولوژی داره به سمت قطعات کوچکتر و قدرتمندتر میره و مدل‌های آب و هوای ما روز به روز پیچیده‌تر میشند، درک عمیق‌تر همرفت قرار ما رو به کجا ببره؟ از طراحی نسل بعدی تراشه‌های کامپیوتری گرفته تا پیشبینی الگوهای آب و هوای جهانی، یه چیز قطعیه. این نیروی بنیادی همچنان به شکل دادن دنیای ما ادامه خواهد داد، اون هم به روش‌هایی که ما تازه داریم شروع به درک کردنشون می‌کنیم.